سردار محمد عمر خان نورزایی فراهی از رجال بزرگ جنوب غرب افغانستان، مخالف سرسخت معاهده دیورند. سردار محمد عمر خان نورزایی یکی از چهره‌های برجسته سیاسی، قومی و تاریخی افغانستان در اواخر قرن 19 میلادی بود که به ویژه در دوره حکومت امیر عبدالرحمن خان جایگاه مهمی در ساختار قدرت و تصمیم سازی کشور داشت. وی از بزرگان قوم نورزایی در ولایت فراه و از رجال متنفذ جنوب غرب افغانستان محسوب می شود. سردار محمد عمر خان نورزایی در قریه مساوی ولسوالی پشترود ولایت فراه دیده به جهان گشود. سردار محمد عمر خان به دلیل تعهد استوار به استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، نقش تاریخی و تعیین کننده‌ای در مخالفت با امضای معاهده معروف به خط دیورند ایفا کرد. در سال 1893 میلادی، زمانی که بریتانیا برای تعیین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی معاهده دیورند به امیر عبدالرحمن خان تحمیل نمود، او در شمار معدود شخصیت‌هایی بود که مخالفت جدی و صریح خود را با این اقدام اعلام کرد. او با درایت سیاسی بالا پیامدهای خطرناک تقسیم سرزمین‌های پشتون نشین و بلوچ نشین میان افغانستان و استعمار بریتانیا را پیش بینی کرده و این معاهده را به زیان حاکمیت ملی و انسجام قومی کشور می‌دانست. مخالفت علنی وی با امیر عبدالرحمن خان سبب شد روابطش با دربار تیره شود و در نهایت کابل را ترک کرده و به زادگاه خود در فراه بازگردد. در اسناد تاریخی و روایت‌های شفاهی از سردار محمد عمر خان نورزایی به عنوان تنها چهره بلندپایه‌ای که در درون ساختار حکومت امیر عبدالرحمن مخالفت صریح و شجاعانه‌ای با معاهده دیورند داشت یاد می‌شود. او نماد یک نسل از رجال مستقل اندیش افغان بود که در برابر نفوذ استعمار ایستادگی کرد و حاضر نشد به بهای حفظ موقعیت شخصی منافع ملی را نادیده بگیرد. نام او امروز به عنوان بخشی از حافظه تاریخی مقاومت در برابر استعمار در میان مردم جنوب غرب افغانستان و به ویژه قوم نورزایی با احترام و افتخار یاد می شود.